ماینکرافت، اما من این دفعه بنتنم. حاجی پشمام، واقعا تبدیل شدم به 14 است. خب چه قدرتایی داره؟ میتونم سنگ بلند کنم. خب این از کجا در آوردی الان؟ حالا چیکارش کنم؟ آها میشه پرتش کرد. وایسی دام یا ابوالفضل. اما اینطور که معلومه از تمام ابیلیتی ها نمیشه استفاده کرد، که چون باید هر موجود رو جداگونه دیولاپ کنیم و برای لیول اپ هم باید ماب بکشی. پس چه جایی بهتر از ندر؟ وقت قهرمان بازیه. الان موجود آتشینم. قدرتو با بنازم. الا بس کجا؟ بیاین اینجا عزیزای من، بیاین کارتون ندارم، بیاین. لول 2 شدم. خب الان میتونم یکی از ابیلیتی هامو باز کنم. اینو باز کنم. خب این چیکار میکنه؟ زرشک که هیچ کار نمیکنه. نه وایسید. آها این فایرمونو پر میکنه، یعنی ابیلیتی اولمونو وقتی میزنیم خالی میشه، این دوباره پرش میکنه. رفقا اگه دوست دارید تمام موجودات رو آپگرید کنم و آموزش نصب مادش رو برای شما بذارم، این ویدیو رو حتما لایک کن و چنل منو سابسکرایب کن که سالارتون وصل شه به سالارم، تا وقتی ویدیو رو میذارم متوجه بشید و ببینید. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید.